تو شنو زين را زنك تو بس ذنوب باستين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوستان عزیز، خوب هستی؟ صبحی صادق و خیر. چه حال داری؟ خوراکتون خوب هستن و جور هستن؟ تنجی نازی الله برکتون که همه خوب، همه نقص، همه کنجی، کی دکار، کی بکار، کی خواب. بله بله رفته ایسیم. الله اکبر. بله بله همین چیزی که میبینید شما دوستان تفسیه است. متروی کتیلنیکی سیلیکات میگن. سیلیکات دکتری چی میگن؟ دندانی خوب. کاربای تنست هم یک ساختی کار است. یک ساختی پیشروی. الحمدلله. خوب هستی؟ الحمدلله خوب. تنجی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زندگیتون خوب است؟ اینجا که نازک همه برادران چلایی ما. صبح خیر. علیکم السلام جمال خان میرزای نوروز زبایر. علیکم السلام و رحمت الله. سلام بخیر بخیر انشاءالله. جور هستی؟ مردم ازبکستان سلام علیکم و رحمت الله. ازبکستان سلام علیکم. الله اکبر. خداوند همین ما رو برای رسید هدایت کنه. خداوند همین ما رو برای رسید هدایت کنه. خداوند همین ما رو برای رسید هدایت کنه. خورتون خوبان؟ تنجی نازی چی مویده؟ برای چی من در آمدم؟ ایوبی یوریس برادر همین провокационный вопрос чӣ дар кора? Мо мусалмон ҳастем. ҳамин хитон мехоҳе ки ҳамин блогеро ё ки дар ҳамин ютуб иш против иш ва иш ответ бития, баъд чӣ мекунӣ? баъд мегӯ шумо дар як ҷо намешинӣ, мемурӣ, ҳамин фақат безор кардаи мардуман. ин ҳамин мо субҳи содиқ ба хайр гуфта бисмиллоҳ гуфта сар кардем. ҳамсӯҳбате як суҳбати дӯстонае барои ҳамаи мову шумо буд. як гуфтум фикри шуморо бифаҳмам. аммо айюб ва қавро бало сар мекунӣ. охир خدا هدایت میکنه. الکس کمال الله هدایتت کنه. خب دوستان برای چی من یک افیر سر دادم؟ صبح صادقتی که چی میگه؟
آخه یوتیوب نه پدری من نه پدری تو نمیفوره تماشا که برو دبش یک کینو تماشا که یکون لحظه گورو تماشا میکنی با اون تری تون بیجه تماشا میکنی تاکی خیتی رو هم هستن گوش کنی برادرو عزیز برای چی من دور مدم ما در طولی چند قدر یک سال شگر 6-7 کسه رای کردیم علیکم السلام و رحمت الله 6-7 کسه وجه حج رای کردیم یک موش سفید دیگر برادرها خواهش میکنم همین چیزا یک برادر از ما غالب شده بود برادر عزیز خواهش میکنم از شما اگر منو میبینی یا که بعداً دیدی بعد افیر التماس بر رقمای 937 733 93 93 زنگ زنی خواهش میکنم 937 733 93 93 غالبه که از حسابی شرکت باباجان 88 یعنی که از حجامه برد کردی گفتی پدر ما تاجیکستان من روان میکنم التماس برادر عزیز آچرتون آمده یعنی که از حساب از حساب ما به پل پدر شما باید حج عمره رفته و بیاید التماس برادر جان در سریعت برو اگر که من میبینی افیره برادر که غالب شده بدی از آزمون ما از آزمونه که اومدی حجامه کردی نام غلطی گفتی پدر من از تاجیکستان روان میکنم التماس برادر عزیز در روی اکران دو لایک بزنید تا همون برادر خطیب ببینم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خوب است همت اینجا الله برکت برنو چه قطعی هم ماشین پیچیدگی واقعیت زنه میدونید چی گپ میزنه شما چقدر بی عقل یا خیلت که همین درجه نمیدونید چی گپ است مزه تو هستی نیستی هم دمیم عیوب گرفته گشته برای دمم گوش کرده برای خدا هدایتتون کنه باز هم میگم برادری که از تاجیکستان نه درستش که از مسکو در حجامه باباجان 88 حجامه کرده بدی برادر جان عزیز حجامه کرده بدی نامت غلطید گفتی پدر من از تاجیکستان رای میکنم من نام شما را گم کردم خواهش میکنم در علاقه برا امروز باز ویدیو میکنم بر رقمای 937 733 93 93 زنگ بزن در نام پدرت نویسیم روانش کنیم از حسابی خودم به پل التماس برادر مقصد التماس برادر جان اگر ما را دیدی خوب برادر خوب برادر عزیز خواهش میکنم اگر برادر مرا دیدی التماس خواهش میکنم چیکار که زنگ بزن یا که به حجامه ما را بیا نام نویس کنیم پدرت برای ریس داریم 15 چیزلا روانش کنیم پدر را التماس میکنم برادر اسلامی اگر مرا دیدی زنگ زن برادرات خسرو من زنی هیچ کس نرسیدم زنی هیچ کس نمیرسم تهمت در حق من این بلاگرها یک خیل کنجکاش بسیار سرشون خورده سودیان همین دیگر کنی چی با بسیار محل لنگری را نمیرسم دیگر دیگر بلاگرها نمیرسم برای که در پوبلیک نه زن فرزندشون حقارت میکنن بابا جان 88 زنی هیچ کس صورت نگرفته هیچ کس روی نکرده و روی نمیکنه ما تو صورتای او بدبخت روی کردم خدا هدایتش کنه وای بسیار گوشه خورده شده بسیار گوشه خورده شده و قاری پرکتون شما همه چیزا نمیدونه پروستو الله شاید چیزایی هستند من نمیفهمم روی اکران شو برارم برای ما مسلمانیم اگر کی وای خطا کرد قاری هستی اما اهل علم با گفتی خودش اگر من قاری را برام دیگرش برو دیگر نام قاری ها و ملا پس میشه من خاطر من صبر شدم سگای یوتیوب بدبختو بسیار گوشونه خورده بود ایو همین یک خیل شب باید برای پوبلیک نه زن فرزندش برسی پوبلیک نه مادرش برسی بعد اکت بچه خوب میشیده نمیرسیده زن یک خیل تفلان کنه یک خیل دیگهش پدن علتو شما این بست نمیکنه شما های بر پدر یک خیل نهلت که شما من همون شخصایی که من رسیده سودیان پوبلیک نه من همه را در نظر دارم
یا بار از دو بار صورتم پدن علت یزنه معقول تا اول کماکا که دیگه بس تا گیرون کنم کماکا که دیگه بس مو هم برویا بعد یزنه خشنوی مو دورک بگی لعنت یالا با سرت ایوب تو اسم شریف بود که پدن علت تو دیگه شما کار نداره زن تو زنی مردم شبه بدی نشید همین بابا جون کدمه تمحقوله ای برادر من یزن دارم در کار نیست دیگه من یزنه هیچ کد نمیشم ای بلوگری که من میرسه من یزنه تو نمیشم فهمیده سوده پدن علت تو بیکار دیگه نداره صورت هر روز میمونه برادر من عصبی نمیشه پروست ای به من استغفرالله میگم ایش میبره میگه بابا جون زر من رسید و ایش میگه بابا جون خواهر من رسید پدن علت تو دینه شما چیه شما یه لعنت یالا بسر آخه مسلمونو بلوگرای شما همه یه بار ببینید پوبلیچ نه من کیا دشنام کردم زنی کیا حقارت کردم من کیا رسیدم شما عقل تو میرسم نمیرسه من ایدم دمی قوری فروخی بدبختت میدویدم کو زنش دگیجا بده چکو میکنه کم صورت میگفتم عقل شما دگیجا است او بدبخت یک بار لنگری چی میگن تهمت کرده بود بنده همین مکه دیدم راست رفتم با پیشا گفتم دکازات که گناهگاری لنگری را دکازات کردن نتونست ویدیوش یادتون باشه نباشه پوبلیش نه بخشش پرسید من کارش نما عهدی برادری کردیم اومدیم اما برای چی وای من خواستم ویدیو کردم برای حاجی میرزا را حقارت کرد دوملا عبدالرحیم حقارت کرد دو حضرتی که همین کسال خوب بدن بد بدن چیکار کردن نکردن تو 2012 13 تا 2018 دست بار خدمت شو در کی رسیده شده ملت تاجیک رسیده شده و یا طلایی و یا زلاتای اسم شریفش زلاتای اونو کش میگن ایوبی بدبخت زلاتای ایش زلاتای پاتوی دیگه من شما رو نرسیده شدم من زن فرزندتون رنگ دیگه بلوگرو در پوبلیک نه حقارت نکرده شدم شما خفتو میمونم بر امرتون حلال شما همین کلمت که اولی همین ادکری تا یوتیوبی من قطعی من هسته شما ببینید که من کیا دشنام کردم پوبلیش نه کیا ایش میبروید تحمد مینه و ایش میبروید تحمد میکنه که میگم کامل جواب شو نمیتیم اما عیب است به خدا عیبه یور هم یخش زنش هم میرسی خواهرش هم میرسی بعد میگن که بابا جان تو سختت میرسه یا رو صورتی از نتمون دو رو صورتی از نتمون آخه پدن علت بس بدگیست من در خونه یگان تا نپروندم زن یگان تا نرسیدم خواهر تا نرسیدم وقتی که اکی خیلی با سختی میرود هر روز صورت موندن بابا جان مشینیک زن تا بابا جان فلان کنه پدن علت آخه بس نمیکنی تو پدن علت ایروی بابا جان خرونده سودی رکلم را زده رفته سودی میموند حج فرضی حج عمره بود سر میکنه زنی من فلان کرد پدن علت من کی تر یزنت بودم کی زن تا رسیدم بعد سر میکنی شما همین چهار سه بلاگ قنچقه یا تا اسم شریفوف یا تا قوری فروخ شما یا تا ایوبی بدبخت همین از برای خدا میگم من هر چی کردم به خاطر خدا کردم همین شما بگه که ده همین مهاجران بغیر شیشتن ده هم کرسلا کنای دم شما میمونن بغیر قنچقه و غیبت چی خدمت کردن ده همین مهاجران چیکار کردین با میگه زن ما میرسن این نه چی یور همین باید زن فرزند شو پوبلیش نخورد میکردن بعد قرارت میکردن که بکی هم بچه را نرسن که زن مخورد میکنن پدن علت دیونه ای چی تو من چوه افیر منم ده افیر من یا لعنتش نمیره چوه یا لعنتش ده افیر من نمیره مردکن کسی فهمید الحمدلله نفهمید خاوری مردست کرد من آرامم برادرم من آرامم الحمدلله پروست اوجه کار میکنه ایش میبروی پدن علت همین گام میزنه ایش میبروی گام میزنه گپ شو میزنی بعد سر میکنن ای مورا رسید ای مورا او تکر شما ببینه من کی عطوه دادم تو نرسن تو از حد نگذرونه من گده تیمشو گام نمیزنم هر روز میبینی صورت یزنه شما میمونه پدن علت دیگه
4 канчоқ я тайга барада теҷеш давҷа гап задасе ҳами 4 та шлухе ки да ҳами ютуб фақат зарар шу ба муҳоҷирае фақат фитнаандозӣ кунковӣ чико кардиан ба ҳама эй ақли шумо да куҷоай чико кардиан ба ҳами муҳоҷироро я бор гап зане худо ҳидоятон кунад пайравони даҷҷол من هم قشنگ فهمیدم که برادر جان عزیز من هم قشنگ فهمیدم که با تکای استپن یک خیلی همین یک خیلی ما همه را در نظر هستن الحمدلله برادر که قدر میکنن با تکای استپن در نیژنی همین پولینتوس افتادگیم با تکای او را اینفورمادگیم که الله شاید که نمیبینیم الله شاید که نمیبینیم خدمت یگان کس نمیبینیم فهمیده خدمت نمیبینیم مثل همین است که یک شخص یک سال خدمت میکنی یا سحر میخزه که میگه فلان خدمت کردن در کار میگه که نمیتونم کردن من زندگی دارم پرابلم دارم میخزه میگه تیا پدن الان او خدمت های کرگیت فراموش میشه من همه قش فهمیدم میگه الحمدلله حسبنا الله و نعم الوکیل خداوند بسنده ما و هم خاطر گفته سودم که نه هر کس با قدر خدمت ها میرسد منم یک چی بگم همین کرامت شریف و خدا رحمت و مغفرتش کنه خدمت سخت کرد در این مهاجرو کرامت شریف خدمت سخت کرد اما شما ببینه که همون شیرمرد خدمت چکی قدر کرد این من یا طرف بابای لنگری یا طرف خدمت های ما اما قدری همه کی دونیست در لوبای رزبار و رزبار در همه جوراب در بری مهاجر چه خسار خدا هدایتون کنه خدا هدایتون کنه پروردگار همه ما رو به راست هدایت کنه شما اگر همین مهاجری که قدری کیرش میگن کرامت شریف ندونیست قدری خدمت های همون جوان مرد ندونیست امروز پست بلند گفته است بعض قنچقای بلاگرها خدا هدایتشون کنه قدری ما را میدونه که ما با 1% و یک خدمت کردن تونستیم 1% و یک خدمت کردن نتونستیم میفهمی کون شده تنگی میزنه گاو میزنه ای چی میبرن خودت کردی من هم قشنگ فهمیدم که یک خیلی خدمت میکنی اگر خوب شید ای خودش میبینن بعد شید ای همی میبینن مثل همو سکلادی که در مردم کار کرده مثل همو سکلاد الحمدلله اوجا قریب زیاده یکنی مزار آدم کار کرده ایستاده است باز این الحمدلله معاش 4000 کرده است پاتن داری پاتن قطعی فقط یعنی که شخصای دپارتات میشوند که ویدواری نمیشوند دیگه در این حالت یگان کس جای کار نمیوه در چونین حالتی که دپارتات ویدواری نیو زپرید میشوه در همونجا جای کارشو میدادن نونشو میدادن دو تا بدبخت برمد ای بیرون اومد همه را جزیراباد کرد همو سکلات شد بدنام این آیلکش همون بدبختا برمدن رفتن شگر این آیلکش 4000 کرده استین هر روزه 6 کس 12 کس 18 کس اومده کار کرده استودیان یعنی که میاین کار میکنن از واسطه رکلام که سبب میشه میاین کار میکنن یک سال 2 سال اگر 100,000 میگیرم 50,000 میگیرم مهم نیست وای با زندگی خشم مهنت حلال خشم میگیره یا بار زنگ نمیزنم بگن رحمت نیتوش تو ترسون بتیان رحمت بگن زنگ نمیزنن وای به حالت که اگر 1000 روبلی همه اهم جا ندادن فلانی رکلام کرد فلانی من تفسیه داد چیکار کردم من اومده سوم ندادن انا که بگیره در یوتیوبر دویش ای لعنت یالا بسر تو که شما دیگه کاری دیگه نداره تو شرمنده میکنه در یوتیوب اینا برمد یه بار نومی فلانی گرفتی تمام او سالهای سال یک عمره که هست یوتیوب او گلاسی تو صورتی تو ویدیوی تو دو جمعه مونه ای بدبختی به عقل من گلاس های دارم زوک های دارم که زن های برمدن همراه اسم شریف قنچقی بدبخت گریف آوازهای مردم موند همون زن ها
زوره دارن، التماس دارن، گریه دارن که ما را عبرت نکار بگی، ما خطا کردیم. متاسفانه من یه تلفن دارم، که بعد دیگه تلفن آواز شو بمونم. زوره دارن که من التماس کار گرید، من خطا کردم، من التماس ایتا کردم، من کار گرید، من هیچ جا کار نگرفته است. همین تی بدبخت دیگه هیچ جا کار نمیگیرن. در حالتی که نبلگدرنگی کردی، در حالتی که در نون نمک مردم توف کردی، هیچگاه ترا دیگه هیچ کس کار نمیگیره از شخصایی که ترا میشناسن. دیدی این میگه بابا جان 88 حقارت نکن. مردم حقارت اجازت بده. وقتی صورت یزنشون در اکران میمونن اجازت بده که در کامنتاری ما را حقارت اجازت بده است. بابا جان یک میزنه حقارت نک. من حقارت نکردم. من گفته استم که ای مردم، باز یک لحظه بچو. ای مردم اگون صورت های من نمونه یکا. ای مردم همه شما نرسه ایش میبره صورتش میمونه و ایش میمونه. و اون خاطر گفتم اگر یازنه در کار بشه یک دیگه بسته ولی موی سرم برمده است کراساف چینگ میشم بعد بگیره بریم. اگر که نرسه من صورت هیچ کتر نمیمونم. و اون خاطر بسیار گه خورده سعودیانه خیلی پروسو نمیفرم پوستین ما چپانه بشم بعد منم رسیدن سرش کنم. با او رونی بدبختا رو من نمیفرم، یعنی که او رونی خیلی پستن ایتس قبول کنه. همین بسیاری ما متاسفانه میایم یگان سوم نداریم بخدا. یک خیلیش میاد در نون خورده نداره. این یعنی پسزنی نیست، اما صاحب 4 سوم میشوه بخدا از نماز میمونن، بعد دخته میشون، بعد میبینی این دیسکتیک ها را سر میکنن، بعد نگاه میکنن در یگان جو فویشه نیست بریم سینمات کنیم. میگه یگان دختری هم خیلی نیست سینمات کنیم بریم هم خوابگی کنیم. همو فاحشه تقچ هم خوابگی مینیده در مسکو همه هم خواهری کدمی هستای، زنی کدمی هستای، دختری کدمی هستای. اما کانچقی بدبخت میره قطعی و دختری مرده خواه میکنی خیال به خواهری تو خواه نمیکنن. بعد میبینی در 2000 ساعتش متاسفانه بعضی خواهرای هستن که همجا تنفروشی کرده. متاسفانه هست. هیچ ریال نه. من واز دخگم نمیزنم، اما حاضی من صورت ایش اپارتم اگر ویدیوی وش بکنم والله قسم مسجد پراسپیک میره میدونه دبرش خونه ها هستن که سوتش نمیتین. من رفتم کپیدم، من نمیگم که برای که دیگه ملت ها ما را میبینن، کپیدم سیامکه کردم. هم بچه تن فروشی داره هم دخته در درنی یچی در درنی همون خونه در بری مسجد پراسپیک میر در یکم نمبر یکم کمنته در یکم لوکس کی تا که در اوجا رقم میگیرم یگان سامنین نگالتا خوب. با همون خاطر که در باری مسجد نخود در باری مسجد پراسپیک میر من ویدیوهاش دارم، من کپیدم شو. اما من برارم او بدبختو 3 کس بدبختن، اما 3 کس من کپیدم شو در یک کمنته قطعی بچه ها کپیدم شو که هم تنفروشی دارن. حتی دزه میگه که تاجیک نیایه، بچه های تاجیک نبیاره که بچه های تاجیک ما را میفروشن. مهم نیست کیتای میاری لقای میاری، تو چی میگن ازبک آذربایجان میاری اما تاجیک نیاری. والله قسم والله بجای با خانم سوق سلامت نرسم میگه ما همه تقبیدیم شو. میگه چیزی میشه و تاجیک نبیاره. دختری مسلمان، دختری تاجیک، خواهری تاجیک، همراهی بچه تاجیک. میگه بچت فورا بچه دخته باشد دخته کد میشه میخوایی. ما همهش بچه تغری میکنیم اما تاجیک نیاری. ما یک کوریری تاجیکی قرغیز مانند گرفتیم. والله قسم دروغ نمیگم گرفتیمش فرماش پشوندیم
так буто бачаи қирғизай гирифта ба ҳам комнатара бурдемуш вай мо зино накард алҳамдулилло бурдем ҳаму бачаҳора қади духтаро қапидем ба кадом хотир барои танфурӯшӣ ба дига миллатҳо меистанд дар кафе шиштагим бачаи доғистонӣ шиносмай бобоҷон гуфт дар катифам зад фалон ҷо бура гуфт танфурӯшӣ карда истодиям адресора рафтем қапидем ба ҳамун хотир накне илтимос ман мақсад аз ин нест ки я бадбахт се бадбахте мо қапидем ҳамаи мусалмонам хеланея аммо мо ҳар чизе ки ғаждем мебинем дар рӯи экран мо парвиз тв ва ҳодиса тв нестем бигирем партоем шояд ҳамон парвиз тв ва ҳодиса тв ки кеҳлини як каса қапид зани як каса қапида мепартоянд духтари як кас шояд тоҷик нестанд шояд мусалмон нестанд ман садбораҳо мегӯм ки бехато ҳаст кеҳлини фалония ба фалонӣ қапиданд зани фалония ба фалонӣ қапиданд ҳамаёра мепартоянд шояд миллати тоҷик нестанд ба кадом хотир мегӯм ба хотири оне ки тоҷик боша обурӯи тоҷика паст намекунам мисол мегем худо накунав ман зинокор мана сиёмка кардан ё ки як зани тоҷика сиёмка мекуне илтимос хоҳиш мекунам дар рӯи экран напартоӣ кеҳлини як каса ба як кас қабиде дар интернет напартоӣ илтимосту мекунам миллата паст назане инҳо солҳову солҳову солҳо местанд дар экран як миллат мебинам мега ин миллат ҳамаш фоҳиша будай ба ӯ хотири номи миллат ба хотири номи мусалмон танҳо иҷа тоҷик забон бисёрай форсӣ забон бисёрай не ки ҳамаи вай мусалмон нест як хелш зардуштия як хелш христиания ин чизее ки реална мо дар ҳаёт дида истодаем яъне ки тоҷикӣ гап зад маъния надора вай мусалмонай вай аввал ай динаш пурсидан дар кор ту мехезӣ вай мепарто мега ина ҳа ба забони модарию тоҷикӣ худ мега ина мега мусалмон мега мусалмонро зиноша бинӣ ба ҳамун хотир илтимос хоҳиш мекунам бародаро хоҳиш мекунам напартоед экрано шахсое ки ба ҳамин сайтҳои иҷтимоӣ саркордоре аз шумо хоҳиш мекунам ки напартоед дар ҳамин публикатсияҳоро дарни зани як каса меқапӣ кеҳлини як каса меқапӣ хоҳари як каса меқапӣ напартоед илтимос аз барои худо мутаассифона як хелиш ба такои степен ҳам пастай урони пастай ки мегӯиш ки э паданаълат ина раҳи рост ина раҳи каҷ мега ман дар раҳи каҷ мерам намефаҳманд ман напартофтам ягон зани қори пори ақли шумо дар гиҷоҳай дурӯғ мега ӯ қори бадбахтона агар ман бихезам видеоҳо шамоно медунед чӣ мешава шумо як савол ту метим امجا قریب 300 نفر استودگی فقط این سوالی مسلمانی شما با حاجی میرزا حرمت عزت باوری داره ها یا نه بنویسه فقط سوال از برای جواب تو از برای خدا باشه با حاجی میرزا باوری و مسلمانی و با عالم بدن همه باوری داره یا نه این ها یا نه بنویسه تمام هستی من جوابی همه تمیتیم فقط از برای خدا ها یا نه باشه از برای فقط ها یا نه از برای الله بمونه اینا یک تاش نه نویس اینا خوب حاجی میرزایی که ای 2010 یا 2008 سر کرده تو حاضر در خدمت مردمی مسلمان و تاجیک است که اولش پروردگار اما هم مردک سبب شده که قریب 99% تاجیکا 99% تاجیکا چی است ما نماز فهمیدیم حرم از حلال فهمیدیم با واسطه حاجی میرزا ایشان نوردین دوملا سراجدین دوملا عبدالرحیم ایشان بختری همه خیلی هست وقت شما این دیگه کنه شما در همه جا او دلیل نکنه التماس مدیراتور او دلیل نکنه کسش نمی نویسه التماس او دلیل نکنه اینا من همجا نویسته سادم که گفتم که به حاجی میرزا شما باوری داره یا نه با مسلمان بدن با عالم بدن همه با خدمت های همه در حق مردمی تاجیک کرده باوری داره یا نه یعنی که اینجا 70% 80% ها نویسته این اینجا بعض بدبختی هست که نمیگن برای که عقلی و یا عقیده و یا همو شیعه و سلفی و پلفی و قور بلای
وقت شما به حاجی میرزا باوری داره همین بدبخت قاری فروخت و پوبلیچ نه حاجی میرزا را قطعی داملا عبدالرحیم حقارت کرده صورتاشون کرس مونده جنگی من قطعی قاری فروخی بدبخت شما از همین سر شدگی میفهمه من ویدیوهاش دارم پس اکران گفتم قاری نکن حضرت ها را نرست میگه که وای فرزند داره فرزنداش را پشتش بگیرن تو کی پشتش میگیری ما شخصایی که اولش پروردگار شخصایی هستیم که با سبب یعنی که موعظه های همه امر معروف های همه حاجی میرزا و ایشان نوردین یا راهنمایی یافتیم نماز حرام حلال مقصد فرق کردیم و بس کردیم از کاری غش نه نباشه تا دین را از همین مگزینای چی پتیارش که کوری گلی چی میخوردیم لنگ مرغ گوشت گاوی میگفتیم گاویا دینا باران اینا کوری اینا همین خیلی میگفتیم اما همین مردکا گفتن حرام است اینا مذهب اینا راست اینا او بدبخت پوبلیچ نه از کربلات کدگی من خواستم از همین حضرت ها از همین عالم ها اولش پروردگار همچون یک بلاگر اگر یک فایزم باشه 1% آواز من باشه محافظت کردم پیش از محافظت پوبلیچ نکردم من زنگ زدم ای بدبخت ای حرام نرس همین حضرت ها را وای میگم میرسم وای من خفا کردن داگی جو خفات کردن در یگان جو نام تا گرفتین نه نگرفتن سر اونا من اشاره کردن تو کی تر اشاره منی تو پسترین از اون چیزی هست که آوازی وای بسنی تو بیایا من با خاطر حاجی میرزا خواستم گپ زدم و یا گفتم نرس الله شاید که من ویدیوهاش دارم او بدبخت ولی من بلاخی نمیفورم بمونم او بدبخت گفتگیه که من از مذهبی نیستم من خیلی نیستم صوفی نیستم او و یکی خلط جلک میپشه در تاجیکستان مردم فان کرده سودن شکما شدم نیمی مردم فان کرده سودن نسبت حضرت ها چی میگه ایچ صورت شما شما نمیبینه یک دروغه که تهمت میکنه میخیزه میگه من صورت های ویا در لوبا جاروی کردم اما ما با سمیه هیچ کس نمیرسم شما شخصایی هسته که حرام ای حلال یک خیلت اهمه اولش پروردگار میگم این مردکا حضرت ها سبب شدیان که حرام از حلال فرق کردیم شما در همینجا میگم باوری داری به حاجی میرزا نه نوشته سوده من دیگه شما را چی بگم شما شخصایی که حیاتشون دادن در راه اسلام تا حاضر مردمی تاجیک از گروه بازی از سلفی پرستی از قور بلا پرستی از گروه بازی معن کردن ای برادران نکنی نگی این حرام است این گروه ها را باور نکنی تا حاضر ما را راهنمایی دارن یا بدبخت برمده پوبلیچ نه از کربلات مینه با جایی که بگه ای مردم او شخصا خدمت کردن و یا عالمی دینن و یا عالمی تاجیکستان که 3-4 تا موندن انگشتمار همین حضرت حاجی میرزا ایشان نوردین ایشان سراجدین که ایشان داملا عبدالرحیم انگشتمار موندیان انگشتمار چون ما قدری حضرت را ندونیم نه چون ما قدری حضرت را ندونیم فقط به خاطر الله بگه چون ما 3-4 کسی هستیم دو بدبخت ای دیگه نمیشناسیشو کیای تماما نمیشناسو یا تا گشت در افغانستان ای من یه روز ویدیوش کرده بودم نمیشناسیشو که وای کی از یک ریش و سلا رمانده من بریش سلاش کار ندارم حرمت عزت ریش میکنم اما میخزه حاجی میرزا را کرس میمونه گاو میزنه که تو وای نمیشناسی یازنه یگون کسمون نیست یازنه یگون کسمون نیست در وطن در خدمتش نرسیده میخزه حاجی میرزا را حقارت میکنه ایشان نوردین و دیگر در کامنترش میبینی 99% تاجیکو دشنام کرده سودن ایاقی بیوای حضرت شما قدری همین 3-4 والله قسم من علم میکنه 3-4 تا انگوش شمار مونده شما قدری حضرت ها را بدونه والله قسم با قدری یا برسه روز از دین یا ما میگذاریم اول یا الله میدونه روز از دین ها از دنیای حضرت ها میرم بعد با قدری و یا میرسه با قدری حاجی میرزا ایشان نوردین داملا سراجدین مولوی باختری داملا عبدالرحیم بعد با قدری اینها میرسه والله قسم حاضی هستند با قدری این حضرت ها برز علامت میکنه والله قسم با قدری اینها گنجینه اینها نورهای هستند که حاضی در تاجیکستان وجود دارند شما با قدری این شخص های بزرگ برسه والله قسم
اینها از دست میروند، گمراه میشیم، با گروه بازی تشکیل میشیم، سلفی از حنفی، گروه های بدبخت ای حلالش فرق نمیکنیم. به خاطر خدا به قدر این گنجینه ها برسه. من یگان کس آیلش به پروردگار قسم نرسیدم، یا تهمتن در حق من. این اشکایی که شما میبینه به خاطر اینها نیست، به خاطر به قدر نرسیدنی حضرت هایی که هستن امروز در دست ما. به قدر این حضرت ها والله برسه روز میشوه یک شخص نمیوه که یک فتوا تو بتیان. حضرت ها و عالما در تاجیکستان بسیار، اما متاسفانه من نمیدونم همشه پوبلیش نبشناسم شو، اما به قدر شخصایی که هستن، به قدر هر یک داملا و حضرت در قشلاقات و در رایانات و هستن موعظه میکنن از منبر پیغمبر برسه و خدا. به قدر این حضرت ها برسه که روز میشه پشیمان میشه، روز میشه والله پشیمان میشه که کاش ما شما ببینه یک ملا در قشلاق باشه، خدا و نکرده سحری پدرت حالت جان میتیه، مادرت، اکا، دادرت، ینگت، آیلت همو حالت کجا میدوی؟ برا فلان ملا را بیار که در طوری چی؟ در طوری سرش آیت یاسین بخونه. به همون خاطر مهم نیست. اما اکا حاجی میرزا را طاقت در نظر هر یک داملای در قشلاق هسته، در رایان هسته، در ولایت هسته، در شهرها هسته، به قدر این حضرت ها، به قدر این گنجینه ها، به قدر این مرواری ها برسه. حاضر الله شاید که اهل علم خار نکنه، اهل دین پایان نکنه. از برای خدا یک داملا یا یک مولوی که در یوتیوب برآمد کرده سوده، من نمیدونم، نه من خودت نه یک نفر دیگه قدر معنی گپی و نمیدونی چی در نظر داره. آیت میخونه، حدیث میخونه، ما معنیش نمیدونیم. متاسفانه میخزه یک حضرت حاجی میرزا را یک نفر دیگر ای تاجیکای ملاها و عالمای تاجیک پس میزنه، در تای کامنترش میبینی تاجیکا حقارتش دارن. خدا هدایتون کنه. چوه با قدر چوه ملت پس میزنیم، چوه با قدر این مرواری هایی که حاضر در دست ما هستن انگوش شمار نمیرسیم. اما شما بفهمی همین سحر پدرت کسل میشوه، میترسه شب جینش میزنه، گیجا میدوی پیش ملا میدوی، چوه پس میزنه قمله ها را، چوه در پیش دیگه ملت های شرمنده شو میکنی، کریس میمونی. چهار تا بدبختی هستی نمیشناسیش، ککایت مدنی پدنی هست در همونجا محمدی مدنیش میگن حاجی میرزا را پس زده است. در کامنتر ببینی همش کامنتری های تاجیکی. اگر تو او قبا سواد باشی به عربی بگی دشنامش که، بتونی با فارسی دشنامش که نمیتونی کو، با کلمه کریلیکی عالمی خطا، عالمی دینی خطا، تاجیکی خطا پس زده سوی در پیش دیگه ملت های افغان ایران. من با این ملت هاشون کار ندارم افغان ایران، اما همون شخصایی که برآمد میکنن پس میزنن عالمای بزرگی خدمات، شما با قدرشون نمیرسی. شما همون بیا پس نزنم همون شخصی که از تاجیک های قاری فروخ ببینه در مکه قطعی کی همکاری کرده سوده، قطعی کی همکاری کرده، قطعی افغان ها هسته. من نمیفورم پستش بزنم. اما یک چیز شما بفهمه، یا سپیسل نکرده سودیم به خاطر که ما محافظت میکنیم از عالمای خدمو. گرچند متاسفانه من حاجی میرزا یزنم نیست، حاجی میرزا اکاو دادرم نیست، اما عالمی دین مای، عالمی تاجیکی مای، فخری ملتی من که اینها باز میگم انگوش شمار ماندگیان. اما متاسفانه بدبختا را حاج منم جا سوال دادم که باوری داره به حاجی میرزا که این قروس خدمت کرده سوده، این همینجا بدبختا نه نویسته شده، همینجا نه نویسته شده. من با شما دیگر چی بگم؟ با شما چی بگم؟ انشالله یک روز نه یک روز به قدر این گپا میرسه. بعضی مسئله ها میشود در همین راستی کدمت قرار داری، عالم یا یک ملای نم یا یک فتوات بتی همین درست یا درست زن میزنی اکای بابا جان یا فلانی یگان ملا نیست، هم یک فتوا شو بتیا یک کلمه هم یک کلمه شهادت معنیش نمیدونی. پروردگار هدایتون کنه، پروردگار هدایت کنه. باز میگم به قدری عالما برسه. من چیزی میگه گفتم بگیرین، اما انشاءالله روز از روزها به قدر این عالم های انگوش شمار میرسه، شما به قدر این عالم ها میرسه. وای او اکثر تو نمیقپه یگان چه نمیوه. الله عمرشون دراز کنه. پروردگار همین تنجی و آبادی هسته در همین ملت ما
الله از این هم درازتر کنه. عصرهای عصر شما اولیا خیلی با تکای ستپ نیبلگادر نیکی شگر حاضی از دستای آبادی خوجگی تو من الله شوید که خرسندم خوجگی ها تو آبادن وطن آباد است. از دستای تنجی و شکمسیری تا پدر تا حج روی کردی مادر تا حج روی کردی اما خیلی تو خوله هایی که فرزند ندارن روی کردن این ای چی میشه؟ ای تنجی و آبادی وطن میشه. میفهمی؟ значит تنج است. اگر وطن تنجی باشه ببین مثالی گپ مثال میگیریم در غرم یگان بحث کانفلیکت میشه یگان گروه میبروید پروتفی دولت تیرپرونی منن اینا یک هفته را حبه میبندن سیویاز هم یکشتن مثالی من گفته زدم ای در فلان جو جنگ سیویاز نیست غم این همی غم و غصه میخوره حالت الحمدلله هاز همی دو در وطن نیستن چوه با قدری همی آبادی وطن میرسه نه چوه در همی قدری تنجی همی تنجی یا خیلی حجب در تلویزیون میشنیدی یا خیلی یک حاجی در یک قشلاق میومد ای بالای قشلاق تا آخر قشلاق هر ماه میرفته دو شب بوسه میکره حاجی فلانی اومد حاجی فلانی اومد برای که کمک شرایط رش امروز در هر یک قشلاق زیاده از 500,000 اونجا حاجی شدگیه این چی میشه از روی تنجی و آبادی میشه یا نه همین تمام قشلاق اگر از بفهمین 99% همین قشلاقی ها اونجا پدراشون همسایه‌هاشون عمکاشون روی کردگیان با خاطر تنجی میشه وقت تنجی هست سیویاس هست همه هست شو قدری همین نمیکنی یک کانفلیکت در پامی شده بود یا در وان شده بود یا در قرغان شده بود سیویاس یا ماه یا هفته میکشند برای همون چیزا آرام کردن ها یا خیلیت ای همون قشلاق بلاد با اچم گپ زدن نمیتونن بلاد با اهل بیتم گپ زدن سیویاس نیست پدر مادر تا میگو برایون بیا سیویاس که ببینم تو اوکی وقتی که پدر در درنی جوگه های مادر در جوگه یوم باشه خدا خیرتون تیا ویدیو ویز خطا پدر مادرت گپ زده سودی چوه به قدری هم تنجی نمیرسی چوه که فید نمیدوزی اگر فید نداز نباشی در همین جنبسته بابا جان ایوب سلام میگه بابا جان نسبت ایوب چی گفتنی باید بابا جان نسبت ایوب یا قاری فاروق یا اسم شریف یگان چی بگن این شانتاژ مونتاژ بابا رو رای کنی ایوب سو باید جواب بگن خاطره که یک حیات ما همین فید نداخته کنی همدیگه را گفته رفته استاده متاسفانه من در یگان جا نمیخوام من ملا نیست من 12 13 سوره میدونم من این تاقی شیله که میبینه من یا دوست میدارم یا دوست میدارم من مسلمان برای این دوست میدارم متاسفانه شر نیست که تو ملا مولوی باشی گپ زنی دارم اودیتوریا میخوام از عالما محافظت کنم یک آوازم یک صدارم شوه باید من محافظت کنم این قرض شهروندی هر یک نفره که ای وطنی خود ای مادری خود از عالمهای دینی خود ما محافظت کنیم کلمه شهادت یا بسم الله معناش نمیدونیم میخیزیم گپ زده ایستادیم معناش نمیدونیم خسته گپ زده ایستادیم آخه این مردک در حالت آبادی هست شو ما با قدر نمیرسیم من اگر حوزین برادرو اگر همینجا شما می نویسیم همینجا من سوال دادم که ای برادر عزیز چیکار کرده همینجا حاجی میرزا را باور داده اگر همت ها می نویسه فقط یا من ماشینینگ می نویسه من خرسان میگم الحمدلله که همین من زنچ ماشینینگ بودم همین جا نوشته شده ما باور نداریم شما یک عالم دین یک حضرت که باور نداره من با شما چی بگم با شما من چی بگم دیگه من از جناب عالی پرزیدنت سرکارگی تو تمام رپرها تمامی یعنی شخصایی که با دیگه سپیروهان در همین درن یوتیوبی بابا جان 88 لوبای شموندم سبب یا روزیاتش میگه تو چوا همه کسا میمونی پرزیدنت میمونم ملوها را میمونم حافظا را رپرها را مسخره بازار لوبای میمونم من میگم که همین در کامنتر یک قدم ویدیوش تا کامنتر بعد نمی نویسن والله قسم در تمامش می نویسن در تمامش کامنتر بعد می نویسن در ملاش هم نویسن در رپرش هم در لوبایش نویشتن من حیران میشم میگم آیا یه توجیکن اگر یا من در بنویسن میگم هم پدیه پدن علت من بودم نه که تمام شخص ایجا می نویسه شما تمام شخص می نویسه من نمیفهم شما چه خیلی توجیکی
خداوند همه ما را هدایت کنه. باز میگم هر چی کردم به خاطر خدا کردم و میکنم. پروسو یک از ویدیوی بدبختی کرد من ایسا کنم و ایسا کنم برای یک انسان برای یک بدبخت شدم من بخیزم با هم چی بدبختی وای کرد ایوس ویدیو کرد من ایسا کنم بین من وای چی میمونه بین من وای چی میمونه تو وای اتوید نمیتی من چی اتوید چی بتیم ما وقتی پس اکران زنش میزنم بیا میگم گروه پیوست کنیم میگه این کار با پوبلیک نشوه شتو بیم پرسموتر بگیرم ای پرسموتر رکلام شوه ای رکلام ایمون اهل بیت مخلا من حیران میشم الله شاید حیران میشم با مسلمانی بعضی خودمو از خودم سرکرگی تو دیگراش آخی من سمیر اگر من از سر تا قدم گناهگارم پیش الله من جواب میتیم حق یگان کس نخوردم حق یگان کس نبردم هر یک چیزی که در اکران میبینه پس اکران اون چی نه اون چیزی که هست وای گفته سودیان وای نیست گناه اینجا فقط این همین یک سوال دیگه میتیم من شاید همینجا قطع کنم فقط از برای الله فقط از برای الله فقط جواب تو باشه چی خیتری چی من بعد میبینی نمیبینی راست بگو همینجا شخصی هسته که بگه این تو از 5 ساله تازی ممکن 50 ساله 80 ساله من تماشا دارم مثال گم همینجا شخصی هسته که بنویسه که من گناه نکردم از برای الله در طول حیات گناه کرده یا نکرده ها یا نبکنه همین نیز نه چی تو طلایی انسانی ها یا نه بنویسه کی بگناه است بنویسه بجز الله بنویسه اینجا بگناه هسته یا نه گناهگار هستم یا نه ها یا نه بنویسه کلی بنده خطاکار است کلی بنده خطاکار برادران یک از زنا کرده یک از دزدی کرده یک از دروغگویی کرده یک از همسایه‌اش خفه کرده یک از تهمت کرده این چیزهایی که پدر و بابای آدم خطا کرد اما بهترین خطاکار بهترین انسان همون شخصیه که خطا میکنه اما توبه میکنه از صدق دل قبول کننده دعاها بخشنده گناه ها این کی هسته الله هسته به کدام خاطر میگم چون برای آنه که مثال میگم اگر ما مادر داریم دزدیم زیناکاریم دروغگویم باز میگم وقتی که گناه میکنیم در درنی خونه بجا میشیم ملیسه به سر تمی بیاید مادر بجا نه میگه بچم نیسته به خاطر که ترا دوست میداره تو فرزند شی ملیسه میگه بچت کو زینا کرده فلانی کشته میگه نیسته به خاطر دوستت میداره اما الله میگه که مادر ترا چقدر دوست میداره محافظت میکنه بجا میکنه از یک ملیسه من شخصی هستم که مادرهای شما را آفریدم من شخصی هستم انسان را آفریدم مهربان ترین من هستم بخشنده ترین من هستم یه الله میگه فهمیده سوده به همون خاطر الله میگه که باز آی هر آنچه هستی باز آی گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست 100 بار اگر توبه شکستی باز آی اگه معنی نداره که هر روز گناه کنی که میگه اگر که مگر سلوچینش میگیم یا که غلطت یا نفهمیده گناه 100 بار رو حرام کردی با سونی درگاه الله باز آی من مهربانم میگه من میبخشم به همون خاطر الله میگه باز آی اما متاسفانه من یگان کس فن نکردم من ملا نیستم من قاری نیستم من مسلمانم تمام مسلمانم من حنفی هستم مذهبی من از چی پیروی ابو حنیفه هستم فهمیدی سودی به همون خاطر من گوش میکنم عالم ها ما متاسفانه در وقتش نخوندیم از اسلام با خبر که نیستیم امروز پیروی همین عالم هایی که در وطن هستند ایشان نورالدین سرکرگی تا حاجی میرزا و دیگرش پیرویشان میکنیم اگر همیا گمراه میکنن دروغ میگن روز قیامت ما از کشتلای یا میگیریم اما انشالله این چنین نیست به هم خاطر ما عالم ها را دوست میداریم
ما ایورا حرکت میکنیم که دستگیری کنیم کمی هم باشه از دستگیری محتاج دستگیری ما هم نیستن و زندگی آباد دارن اما یک از عالم دینی تر مثال گپ تو در یک قشلاق زندگی میکنی همچنین است تو بفهمید شما در یک قشلاق زندگی میکنی مثال میگیم سعدی یا که یگان چی میگن شمسلای عبدالله ملا داره ملایی که در منبر تو هر روز نمازاتون میخونه میتونه ملای 5 وقته داره ملای داره که میاد جنازه هاتون میخونه در یک قشلاق دیگه میره که یک کس دیگه زن فرزندش حقوره داره ملا فلانی گفته است در حالتی که تو میدونی همون ملای قشلاق چقدر پاک است تو میدونی که همه زیناکار نیست دزد نیست غر نیست اما احمد چیکار شده یک بدبختی که عرق پیانیسکای ای دیگه قشلاق میتازی ای کشتل همه کلیک شمیش کنی گلوتکش میکنی که تو مثال ای برادر تو ملای قشلاق ما را ملایی که در مسجد میخونه جنازه های ما را میخونه پدر مادر چی میگن کسل میشه میره دعاش میخونه تو ملای قشلاق ما را چی گفته سودی میزنی کلیک شمیش کنی همچونین است باید ما اجازه نتیم علمایی که در وطن ما هستن مسلمانن الحمدلله اما تاجیک هستن اجازه نتیم دیگران را باید گپ بزنن باید محافظت کنیم از وطن از همچنین علمایی که باز همگون به خدا انگوش شمار ماندگیان ای مردم ای بختاور سیدعلی آخه ای بیا پس نگم من والله زنی هیچ کس از صورت نگرفتم این بدبختا اینا همون پیروان اسم شریفن همین قاری بس بگم همین قاری فروخ منتجاشو کاویراشا اهمیت بده پخوش با اسم شریفن یارا یک کس میکنه منتج شانتاج وای خچم ملو میگیره رمضان خالیق و ویدیو کرد در راستی دهنش بنان موند بین رمضان چی موند من ویدیوش دارم میگم که تو چه در راستی دهنی وای بنان موندی بنان حلال است میگه کو تو پریستاوید میکنی با چقدر پدنالات چیای پرووکاتیون کلبکای میگه ای من نکردم من یا منیجرم کردن بعد کانالی تو هستی تو موندیش در دهنی همه موندی نگفتی این مسلمانی نیست من ایچ زور از زبسوش دارم بخدام شوخی نکره سودم من گفته سودم من یورا شوخی نکره من پروستو نمیفورم فیدنه و غیر چی حتی با او درجه پستن که خیسته در اوجا چکو کرده من از زن من موندن زن چکرن کسی یکمش که زن تمونده تو ویا براست بدبخت دیمش که کون تبجیق با حضرت ها نرست همین حضرت ها را رسیدی زن تا میمونن فرزند تا میمونن دختر تا میمونن تو کی حضرت میخیزی ملا شکم و ملا جیلک ملا خیلی میگوی وقتی ترسیدی کامنتر تا بخون زن فرزندی مردم اقرار میکردن زن فرزندی تو زن فرزند نبوده زن فرزند بوده ای دیگران نبودیان وقتی خبردارت کردن که نرس به حضرتو نرم که رسیدی یکمش که پروردگار خور کنه که زن فرزند یک کس صورت گرفته پرت افته من صورت پرت افتگیم لیچ نمار پرت افتگیم صورتای بدبخت در لوبا جا میپرتم اما من زنو یک کس نرسیدم اما وقتی وای به حضرت به عالم دینی من میرسه گلوتکای و میکنم ولی من به حج میرم من حج جنگ نمیرم اما من به حج میرم من قطعه کار دارم صبر کنید شما ولی وای نمیشناسی یه روز میشناسیش ان شاء الله صبر کنید شما ولی ان شاء الله میشناسیش ولی قضیه فند فریب تو کنه پروستو نمیخوام عبدالرحمن الله هدایتت کنه یعنی بینوات خداوند ما را هدایت کنه برادرها اگر در حالت عصبانیت یگان کس پس بلند گفته باشیم به خاطر الله ببخشه به خاطر که ما مسلمان هستیم کلی بنده خطاکار است تاجیک هستیم بیا کون کوواکی نکنیم راست همین خیلی ویدیو برورک شوه منم ویدیوهاشو نمیبرانم به خدا ویدیو دارم به خدا من ویدیوها دارم نسبتی و بدبختا
اما وقتی برورم شو حاضی هم یک نولانون در امو حج احسای هم حاجی ها یافته شده اون شخصی هست که بردنش حجش بردن نون نمکش دادن در نون نمکی او انسان توف کرد او آدم کیدت کرده می افغانا را گرفت هیچ یکی ریال نمن گفته شدم تو اما بارو زیر من گم نزدم بخاطر یکی من گفتم که اون مردک نو شاه همجا یافته شده اما تو حالتی که در حضرت ها نرسید من تلفنش کردم پیش ایوه که نبرور حضرت ها را نمون من میمونم گفت تو چیکار داری تو فقط چخه نشه نه هیچگاه من اجازه نمیتیم که عالم دینی منه یک برادر مسلمانی منه برسن هیچگاه هیچ من اجازه ندادم نمیتیم انشاءالله همین کسش برمت پروت یک حاجی میرزا یک تشگم میزن والله قسم برابرش میخیزم شما باور نمیکنی که نسبت حضرت ها چی گفتگی ها برادرها شما باور نمیکنی که اون مردک نسبت حضرت ها من گودکا را چی بردم مکتب بردم اومدم سحری قطیم مکتب بردم اومدم شما باور نمیکنی که همه دشنام کرده همه حضرت ها را من هیچ کس حج نبردم من هیچ کس یعنی که دشنام نکردم در حج فریب نکردم یگان ذات الحمدلله یگان ذات یگان محل این نکردم این نمیکنم اونجا جای مقدس است دیگه تهمت دروغ نیفتیان گفتیان که زنای ما را صورت گرفتن حدنالت من در اون نزدیکی ترا بینم من گلوتکای ترا میکنم من یه بار عقب پیدا بدم نسبت لنگری اگر یادتون باشه ویدیو من نسبت لنگری ویدیو تهمت کرده بود در افیر اسم شریفوف دورما دیدمش در اونجا گفتم که دکازات کردن نتونست برمت پوبلیش نه در ویدیو من در کانال من چیکار کرد بخشش پرسید در کانال من بخشش پرسید اما مقصد از این بای نیست که من اون ایجاد کنم قاری فاروق را اما برات دیم افغان ایران بگی برا چی در کار ناو دو روز با زردی با کن کش دیده من پرواش ندارم اما همه حضرت ها را که رسید من اهمی چپ گرفتم بچه ما برادر بودیم یعنی که نون و نمک یک جای در همجا خوردیم تو حالت حضرت ها را نرسید من بخدا چقش نشیدم گپش نزدم فقط گفتم نرس من میرستم که بایورم من ایتا کردم دیگان جنام تا گرفتیان این نگرفتی من نمیوگ دادن چرا کی که ترا نمیوگ میدادن تو کی بدبخت ترا نمیوگ میتیان تو پسترین از این هستی که نمیتره دیگان معرکه بگیرن ایروتیسیو پروسو اینا نگاه کنی من از میگه شما برو شو شما اینترس نه که قاری فاروق کی گفته اما ویدیوش همون برورم اینا من ویدیوش برورم همون شخصایی که باورش میکنن حج میرون قاطی همایا ای باوری میمونه من با پیروی و کی ایدین کی سلفی کی حنفیش میره شما کارش ندارم اما وقتی تو سلفی حنفی چی هست نیستی حضرت رو نرس برای ایدین همون گروهات رفتن بگی شما باور نمیکنی و شما باور نکرده ایستوده که وای حضرت رو رسیده ایستوده رسیدگی درسترش شما هیچ کس باور نکرده ایستوده متاسفانه یگان است به خود باور نداره این جنبسه حضرت رو ریدن منافقان لعنت الله بسرت که کی نسبت حضرت چونی میگود الله همه ما رو برای راستی هدایت کنه الله همه ما رو برای راستی هدایت کنه برادر عزیز ما سخت سلامت رسیدیم برادر مو بچه که پوبلیچ نبرمده دین در عیوب یوریس گفته 50,000 ای من قرضی داره ماشینیم نبرده پسیدگی روی کرای من سوداگر هستم من ماشین فروخته ماشین خریده و فروخته ایستادم حاضر شکر این 2 ماشین دارم یک تا جیپ کلون دارم یک تا BMW دارم یعنی
مازدا های نداره پم من میخرم میفروشم خریدار اگر که خطا کرد دید بعد گرفت متاسفانه برادری که از ضرر دیدگی هسته وای در حقیقت ناومده به درجه باور کرد گفت که من باوری دارم اما من گفتم بسنجی آدم روی کرد آدماش سنجیدن دیدن اما همون جا هم گفتم پسیدگیش بسیاره گفتنش مردک اون رویش کن رفت ضرر دید شخصی که ماشین به من فروخته بود من وای زنگ زدم گفت اکا ای بیخته پرویرکه نکردی چی پرویرکه نکردی تو میدونی ماشین دادم گفتم بسنج بگی نه سنجیدی باور کردی با بازم همه نگاه نکرده خزین یکمی ماشین بیچاره 15000 گفت خیلی برای ضرر دیدگی این برادر این بچه برادر گفت اقلا 30000 ما بر بگردونه من قرضدار نیستم اما بچه 15000 شپارتا گفتم به خاطر ضرر دیدگی من کمک میکنم من قرضدار وای نیستم مردم من گفتم کمک میکنم اما کی وقت شد کی سوم شد بعد 50000 لنگولی پنگولی اوجا گفته است ایتسو تحمتن من دینا قچی گاب زدم زاپسش کردم من گفتم که من ترا زاپس میکنم با یک روزی زشیت خدمه من زاپس کردم گفتم من نمیخوام مادر پدرم منو ببینن در اکران وقتی تو نمیخوای پدر مادر ترا ببینن تو گیجا برمادی روی اکران راست برمادی با ایوب یوریس مجبوریم که ما ترا یوتیوب پارتویم تو ما مجبوریم که ترا در اکران باید پارتویم اما ما نمی پارتومش اون مردک در حقیقتا ضرر دیدگی هست ای ماشینی که از من خرید اما این معنی نداره که من ای قرضی دارم فهمیده سوده این معنی نداره که من ای قرضی دارم من گفتم همون ضرر دیدگی تا ان شاء الله حرکت نمیوردم بکنیم 30000 بود 15000 تقسیم کردم گفتم آن وای خسته اونجا 50000 و ایسو اوسو گفته تو وقتی اجازه دادی گل اوسی ترا یک بدبختی بعد به عقل خیز در اکران مون دیگه چی میترسی من پدر و مادرم میشنم میبینن اینم تا زبصد میرن کور پوبلیش نشید پوبلیش نمیشوه پوبلیش نمیشوه میفهمی با هم خاطر خدا همه ما رو هدایت کنه من از روز اول گفتم تو حاضر میگم این دل شیشه میگم که برادرها با اهل علمی خدمو اهل چی دینی خدمو مسلمان ها و عالم خدمو نرسیم من میرسم تو همین کسی گفتی من میگم من یگان کس فهمدم نکردم حتی یگان کسم نخوردم این نمیخورم متاسفانه نمیفهمی شما حاضر اینجا سوال دادم که حاجی میرزا را باور داره یا نداره که این خدمتش در دین در تاجیک رسیده همینجا نگفته با یکو اوپل همو چی گرمانیا روی کردن در کار اثر میگیم اکیا تاگه ای سلام مگرم بخریم بتیم نگاه کنه میگم که برادرها همه کدمت گپ داره بخیزه آفیس دارم من نگاه من چی ندارم بعضی بلاگرها جای انیق ندارم من جای انیق دارم آفیس حجامه دارم کدمت گپ داری اگر در راه دوری بخیر آدم ترایی که همون آدمی که در ایوب یوریس برمده گفته من 50000 طریق قرضی داره تو خش تور سرانو در مسکو داری تو همون خش تور ترایی کردن نمیتونی چه این پوبلیک برمدن روی کنه اوخی همین که ای دور گاب میزنی چی بلاگرتی چی قورتی شوبا یک کستاب آفیسی من روی نمیکنه ای پیش گاب زنی همین سوال من توغری میونه توغری برادرها چوا نمیوین این هم یک کس بنویسه کو برای چی نمیوین پیش من ای پیش گاب زنن در پوبلیک ای دور گاب میزنن من یگان آدم خرم نه چوا پیش من یگان چرایی نمینه که برادره این همیجا این تا همه حق خوردی این همه حق هم معیوب خوردی حق مسجد خوردی این اینجا دزدی کردی اینجا حق کلیه را خوردی چوا یگان کس نمیویا خاطی بلاگرا تو بیای ای مسلمانو 5-6 بلاگر بگیره پرامو افیر بیای نه مردم بابا جان افیر نکش در کذت بکوی فکت دلیل بکوی چوا نمیاری سوال
اوقی نگه نویسه میگه تو بزی کلونی اوقی چی بزی کردم مثلا اینا مایلی من بز بخیزه بیاره بگه خیزه بیاره اینا بیاره بگه با وجود تفلوج و بزی کرده اینا در مسئله بزی در مسئله دزی بخیزه بیایه اوی مردم حجامه من 2500 روبل بیا ولی این نرخ نوش نگذار بیا انشالله حجامه از کدمه حجامه اومده شده انشالله حرکت میکنم ای روز دوشنبه کسی حجامه بیام و حج عمره زیاده ای 7 8 کسی حساب حجامه خدم ای فایده حجامه خدم روی کنم انا کی دفعه حج فرضی میمونم میگه برای میزنیشو آخه یک کس نیاین 5 6 کس 10 کس بگیره بیا میگه میزنیشو من دینم همه این دنیا به صاحبه خیزه بیاره اوه مردم میگم ای برادر چوا نمیوین ای دور گم میزن این همون بچه گفته کی من بابا جان ایما 50000 ماشین گرفت 50000 من نداد خیلی این مایلش من قرضی دار همون صاحبات ترایی که اخی نرایی که بگو امکی یا همسیم همون آفیس بابا جان برا بگو سومی منه بگو بتیا چوا روی نمینه دوستان اخی من این همین ناتوگری باشم میگه این رو تلخچه مین اخی مایلش این همه چیزی گفتن چوا نمیوین دیگه بلاگرها بسیارش 99% آفیسی خیلی متاسفانه ندارم یک پسنیشو نیستم اما من حجامه دارم جای انیق دارم حجامه بابا جان 88 که من هر روزه پشتی همو جام بخیزی بیاید تمام اسمت خداوند هدایتت کنه آخه چی بگم میگم توقع نبیوی یگون امنیت یگون ملیسه را کدی تو بیاره آقی یا تهمت میگه پیشت میام بعد ای تاجیکستان فیراتشون کنه مزه تو نیسته اگر من در تاجیکستان آدم داشته باشم یا عیوبی سگ من همونجا دهنش گرفته نمیتونم این هم یک عیوبی سگ که همونجا جکیده شده اگر در تاجیکستان آدم می داشته من همه نمیگفتم بو من پاد دم شب بگیره اوکی شما عقل تو دگی جای یا که اسم شریفش داوجا هر روز مسخره کرده روی نمیکنم پدرش می آوردن دو تا گوشه تو میدادن شما این تهمت میکنی میگن همین میگن правильно بله بیا جمشید از چی نوشتگی جمعه حسین بیا میتیم من حقارت نمیکنم اما تهمت میکنن میرسم بعد من نسترین میگریزه مترو لوبلینا اولیца краснодарский 66 корпус 2 من آفیسی من همه جای رقمم 937 733 93 93 این همه رقم‌ها قطعی زنگ بزنی روزانه همش آدرس میگن اینا جوشی 937 733 93 93 بیایید فهمیدی سه برادرو او ایوب داد همو پولگای رهای او امنیت راه نمیتیان و یا بدنام نمیکنن او امنیت او عدل ارگانو و یا هیچ که راه نمیتید اوجو وای فقط همین زایولین نوشته کشته شده جونم فیدو تو سر موهوش بور اومد برادر پول نی بور اومد الحمدلله علیکم سلام بچه گرمانیا خداوند همه ما رو برای هدایت کنه نه همین کی جمعه اومدی بگو بابا جان زنگ بزن همین علاوه غم دادن اسماعیل که kim داده اینجا برادر برای که اوبول نباشه برای که سمنین نسبت همین محچسبانی نه غلطه شماره من حاج میرزا را لیچ نه والله خودم زنگ زدم گفتم حضرت
آیا اجازت هست که از طرف پس سر مو بچینی در اینجا بمانی؟ گفت اجازت های. مثل همینه که مثال میگیم بنید میشکنه دندون میغلطه، این مثال میگه دندون غلطیده یا همیا یا دندون دیگه میمونی او بالای. این همین سوال با شما. مقصد همین مثال های عادی آور که تا بفهمم. گفت بچم اجازت های. وقتی که از موهی یگان کس از موتم پس سر میچینن اینجا، یعنی گفت این هم یک بیماری هست که مثال میگیم بعضی آدم موی سرش میرزه، این هم یک بیماری است. برای بیماری تبابت کردن او کل دورو میکنی برقرار میکنی همین خلاص. گفت این بیماری هست یگان وقت التماسش کردم یه ویدیو کدام من پارتم دام کانالم تا مردم بفهمن. با اون خاطر ویدیو کرد که ویدیو در یگان یوتیوب در یگان جو نیست 4 مینوت چنقدر فقط دمان است برای من کرد پارتوف. من گرفتم در کانالم گذاشتم که ای مردم درست است موافق اسلام اجازت است که انسانی که ایجای سر بعض خواهران هم مادران هم کل میشون یگان موشون یگان بیماری شکوفا دو کسالای دومانه میگفتیم میرزه همه برقرار میکنه ایجا چیندن در ایجا میمونن یا که ایجای ریش کل میشوه. مثال گپ اینم ایجای ریش کل میشوه ایجای ریش زیاده ایجا میچینن در ایجا میمونن یا که از ایجا میگیرن میچینن در ریش میمونن. این برقرار کردنی همون جاهای ریخته است. اما وقتی من خداوند همین که آفریده خوش من ایجا نیست من ایجا بچینم خوشم ایتری کنم این اوجه در حسن دادگی یعنی تغییر دادن است. این حرام است در اسلام. دندان اجازت بده موی سر موندن نه. ای خدا هدایت کن. نه موهای تکش اگر ای تکش بمونی میرزن. اینجا چی سه نام شگیدن فراموش. این موهی با قوترنی ارگانیسم بده. اگر ای اینجا میچینده با همینجا میبره. این من دیم بار همینجا چینده استم موجه با برمد. نه من ایرا برای خشروگی نکردم همینجا سرم کل بود خیلی موه موندم است صغیرا بخیلی نکنی بخدا کن هم یا با کراساف چکشم. بله ای خودت در خودت ممکن است از دیگر کس ممکن نیست. چیزی که من شنیدم. اما اینجا یک سوال دیگه فراموش کردم که یک کس گرده نداره اما آیا گرده یک کس میگیره گرده میمونن یا که تلخه آیا تلخه یک جگر یک کس میگیرن میکنن. اوه این در اسلام حرام است درسته این طور نکردم اما ببین که جگر یک کس میگیره میمونن هم خلاص پرسچنی میگن چی میگن اولی یا گرده نداره گرده مادرش موندن گرده اکش موندن عمکش موندن خونها توغری میگیرن میمونن هم خلاص. حجامت در گایمرید فایده نداره اما گایمرید میکنیم برای یک شخصی که گایمرید داره بیای همین آفیس ما در مدت 8 ساعت اولش پروردگار به شکاف کردن هم در بینی میکنن. برادرها راست من گارانتی قطعی گفته است. من شما را میگم افیتسال نه همین شرکت آغوز میده که من رکلامش دارم بره گارانتی قطعی من رکلام اوجا در اون نمیگن شما را مهمونن اول میبینن آیا موی سری تو میشوه آیا همیجای تر مهمونن میکپه نمیکپه آیا این کسل است چی کسل است وای اول میبینن. رحمت جان گایمری ما اولش پروردگار ما سبب هستیم که همه تبابت کنیم طرز تبابت عادی قشلاقیش میدونم بیا گایمری تبابت میکنیم اما حجامه گایمری تا فایده نداره. بعضی آدم همینجا میگیره همینجا کمک میکشه همینجا بینی آب میبروه اما وای نمیکنه. نه نرکوس نمیزنه همین کدمت حجامه کرده باشین دردی سر همون قدر یده و کل میکنن تمام در نمیوی. با همون خاطر برادره که مقصد میره از التماس اینومی بابا جان 88 گپ زنیده 20000 30,000 تو سکیتکا کنن یعنی پرامکودی چیزی هست که من رکلامش کردم بر اساس همین با ما را چیکار میکنن سکیتکا میکنن بچه‌ها. نه من رکلام ندارم من تو حاضر سوال دادن جواب شو گفتم بابا جان به رحمش شوخی میکنم گاه محل مقصد من صغیره زنده دیلم با خدا با سمیه هیچ کس نرسیدم علم میکنه کار میکنه اما صبر دارم. بابا جان ای فایدت مرا حج روی کن زمیره خواهر جان نگه که
برای زنها هم حجامه داریم، برای مردها هم بیا حجامه که نام تنویسن، نامت غلطه چی برای نمیکنیم انشالله. یعنی که برای موی سرچسبونی در کدمه در شهر کازان هم دارن، در پیتر هم دارن، در اوفر هم دارن، ازبکستان، دبی، در مسکو خودش همین که یه رقم دارن، همون رقم از زنگ میزنی میگه در فلان شهر، میگم فلان آدرس برا. سلام علیکم. 70 سو میگیرن بگن سریتون نمیشه چی. نه برادرو ایو وقتی گارانتی دادن یعنی که چیکار میکنن برقرار میکنن. شخص میره و رحمت خدا شخص میره و اول سرش میبینه همو وراچ خیروگ میبینه که یگان کسلی نیست که موی سر وقتی میچسبونی با میفته. اگر این حالت ها باشه میگه برو اول سرت تبابت که بولی چنین نیست تبابت که ان میقدر ماه که برقرار شوه برقرار شوه. یا خیلیش موی سرش به حد ریخته شده میگه که برا یه سال دیگه بیسته سرت پول نبریزه یا 5 ماه دیگه به سرت بریزه موی سر ریخته شده. وقتی ریخت بعد ترا میگیرن چیکار میکنن تبابت میکنن. ایجا نمیکنن بچینن بمونن موندگی ها بستن و ویش بریزن با علا پیسک شون. این چیزای خچه دارن. در پیتر من روزای نزدیک انشالله شهر سنت پتربورگ میرم چیکار میکنم در همونجا حرکت میکنم که رکلامش کنم ببینی. اگر من آزی نامرش داشته باشم در همینجا اگر باشه در همین ویزیت کش من آزی نشان تو میتیم در شهر همین آز در همین ویدیوهای من ببینم برای موی سر رکلام کردگیم. همه از زنگ بزنه میگن شهر سنت پتربورگ در گیجا شهر رفته التماس از نومی باباجان 88 بگه که تا 20,000 30,000 15,000 18,000 سکیتکتون میکنن. من شوخی ندارم. سری کل دونه دونه سری کل مرچه خونه دیگه مرا کل نگی دیگه مرا کل نگی او اینه موی سر برمد. کاوگوشه را نگی بابا جان کاوگوشه سر شده نمیره میگه آه کاوگوشه نگی. من خودم راستی شکارچیم برادرم. من که با که دوست میدارم کاوگوشه میرفتم. من اصلا خودم در مردم یعنی کی شخصی هستم که در که سال کلان شدم گوسپنبونی نمیخیلی رو که دیدگیم در شهری غرم نویه رشت. قاری فروخ کی صادق جان سید دالی قاری فروخ به حال خودش مونش همه حرمت عزتش میکنه مونش روا برای من ویدیوش برورم به خدا حرمت عزت و گمش چی در کار ما وای من پس زدم میگیرم گفتم میگیره کو باگیجو میروا میگه قطعی ما رفتگی نوشگری پیتر شید یک ویدیو کن بابا جون مالش کولومبو میبخشید نمیتونه طور آخه یا نموی میمونه که من ناو شنیدم کاوگوشه چی میشوه اکا کاوگوشه یعنی که یک کابگا میدونه چیه پرنده کابگا میگیریم کاوگوی هستن که جنگی یعنی که کاو با کاو جنگ میکنن کاوگوی هستن شکاری میخونن همه را ما میگرفتیم در درنی قفس یعنی که یک سیم خطی ساز میکردن یا چوب خطی همه میگرفتیم بعد هسته ژیلکا یا قیل میگرفتیم همه قیلکش میگیم یا قیلش میگرفتیم همه را میبردیم او کابگی میخوندگی در یک جا میموندیم در گردش چی میمونیم همو ژیلکا را همو کابخانه میمونیم. وقتی این خوندن سر میکنه کابگهای کوهی میوین کابگهای کوهی میان در همو کابخان رس میشن با کابگهای کوهی میگیریم فهمیدیم. یعنی شما آزی میگه که عربکش قطعی ده مرده چی گفتی کاب شکار گفتی چه شناسیده هر یک قدمی ما کاری سیاه کردگین همین ته هم باشی اگر ترم باشی باید از همین کاری بد غشت بروی ما همه عذاب کشیدگیم حتی من در جای شده که تای پای گاو تازه کردگیم در اسیا گاو جوشیدگیم در اسیا من همه کار کردم بغیر توالت تازه کنی اگر کی حالت کار نمیشید میگفتن توالت هم تازه کسومون میتیم من تازه میکردم برای که نون حلال بخورم حق یک کس نخورم با هم خاطر حرکت کنی کدمت من آدمای استرویکا و شخصایی که در کارای سیاه پستو نمیزنم به خدا دوورنی کار میکنی حرکت کنی این کارای سیاه استوسا برای درس ها هستن والبرسوان یعنی راهنما شخصای پیدا شدن شکل راهنماییتون میکنن راه بیزنس یک کار میوی میره شکارچی به رحمش من شکارچی سخت بودم همجا کدمی اگر من قدیم شکار کرده باشه یا میدونه من
کاوبوزی سخت بودم. کابگ‌ها را به نرخ قیمت میگرفتم، میرفتم شکار میکردم. بعد با میمدم میفروختم. شو برای چی؟ یعنی که من یک سال اومدم 11 ماه در روسیه ایستادم، یک کاوگ در خونه داشتم. بیاد کلونی کاوگ جنگی سخت بود. من دیلم نشید فروشمش، اومدم 11 ماه رفتم. در 11 ماه 3 بار ایدرن یمو قفس. این مثل یک زندان اوخی. 3 بار کشود یانش. نخونش دراز شد یان نول میگن یک، یعنی که همی چی سرخ داره. همه دراز شده. با هم خاطر چیکار کردم؟ کاوگا بعد به یک همجا برادر آوردمش. دیگه بعد همه کاوگ در خونه معن کردن بس کردم. همینجا میرفتم 2 ماه 3 ماه در تاجیکستان میسادم. چیکار میکردم؟ یک کاوگ میخریدم 2000 سومون 3000 سومون 1500 سومون میخریدم. شکار ما میگذروندم، اما در پشت میگذروندم. وقتی اومدن میفروختمش میومدم. بسیارا میدونم. نه من غرم از قشلاقی دهقان‌آباد یا که پیش قزراقش میگفتن، قزراق حاضی دهقان‌آبادشون کرد. جماعت نصرت الله مقسوم. نصرت الله مقسوم یکی از قهرمان‌های تاجیک میدونی. ان همه از وطن ما برادرها. همو نصرت الله مقسوم قهرمان ملت که ملت تاجیک چقدر جان داد، کشتنش همین ملت، اما چیکار کرد؟ برای ملت جان داد. بله ذکرالله پدری ما هم کاوبوزه. بله این کاوگ شکاری یک ذوق داره. همون حالتی که کاوگ که میاد هم قفقان پیش رسیدنش یک غلاغولا میکنن، بین خچو حق و رجب بگ میکنن. همون حالت یک لذت داره. میگیریش بعد با چی کارش نمیگو. Говорите по-таджикски 70. موی سر شینوندی در مدتی چند قد اینا 2 ماه شید موی سر. اینم اورز بالزوا نالیسی کالش کردن برمد. اینه برادرو نالیسی کال کردن برمد. انا که پریچوس که میشه باباجان دیگه بیرحمش красавчик. ایو الحمدلله. بیای برادر تیلا خدمت دیم. ای برادرو خواهش میکنم پوبلیچ نه میگم شما را در یوتیوب کدمت کی گاب داری، حقارت داری، لطم کردنی، جنگ داری، التماس آفیسم بیا ای پیش صحبت کنم. التماس خواهش میکنم از نزدیک بیا گاب زنی. من شخصی هستم جا دارم. بیا گاب داری از پیش صحبت کنیم. التماس. بله کاوگی من خواب داروندگی کاوگی من یک حالت بود که باید من کاوگی کرم داشتم. کاوگی کرم داشتم. یک حالت بود که همین کاوگ اومده باید همین نو اوجه قریبی قفقان اومده، اما کاوگ خواب کرده. کاوگم خواب کرده. کاوگ برمد رفت. او حالت میگوی همین بم برم خلاص. های خدا خیر بیا برادر. بیا ساعت خواب کنی که ساعت 8:30 ساعت 8:30 شید. با کار میبرویم. الله برکتون تیا. الله برکتون تیا. در مدتی 2 ماه من 2 ماه بعد اینا تراشتمش. بالزوا 4 روز پیش و 3 روز پیش بالزوا تراشتمش. اینا برادر نگاه کنی پول نی برمد بالزوا. میفهمی؟ پروردگار همه ما را هدایت کنه. الله نگهبان. بچه‌ها بیا هجامه بیا پیلچو هجامه را میای مساج بیا نمیای بوچکا بیا پیلچوی ما بگیری. صغیرا این پیش بیا قدیما بشینی اول، بعد هم دور حقارت میکنی. ای بیزارم کردی. خدا هدایتم کنه. نه او کاب متاسفانه شخص های هستند که به این نگاه که این یک گروه کسلی ها هستند. اینا را من بیماری میگم. هستند شخص هایی که کبوتر میگن، کفتر باز هستند. شخص های هستند که خروز باز هستند، خروز جنگ میدوزن. شخص های هستند که سگ جنگ میدوزن. خیلی شخص های هستند کاوگ جنگ، بقا جنگ، این اسباز هستند. این یک بیماری هستی در هر یک انسان است.
اما همین کاغبازی شخص های هستن متاسفانه میگم همون شخص ها همون گوش های هم کاغا کار میکردن با چی شکل الله خواهید شوی نمیدونم خدا هدایت چون کنه همون خیلی کارشو میکنن که وقتی شکارشو میبرن کاغی با او که میومده وقتی حقارت کنن میکنن در بحث با اینت میترسن و یا وای خواندن میگیره با اون خودی کارشو میکنه خدا هدایت کنه پیتر حجامه ما در متروی چیه فراموش کردم ترگول سنتر نارودنی با همین 93 زنگ بزنه میگن تو داگی جوه کی مایلی برادر جان من روش نمیدونم دک کی ملو اکبر دک گیجو برای مسئله حقارت موندگی به خدا نمیدونم بیام میمونمش اگر که سیلکش داشته باشی در می رقمای 937 733 93 93 چیکار که پارتوشو من همیا بگیرم در کانالم بگذارم سیلکش پارتو علیکم سلام و رحمت الله علیکم سلام صبح بخیر دوستان شما موج قریب چند ساعتیم 2 ساعت یکنیم ساعتی در افیریم نو برادرو با فیلم نو خستن علیکم سلام و رحمت الله الله برکت یا باشه همین امینه خواهر همین مردم نوشته امینه همین خودت خواهر کی هستی اینجا مقصد بهت اکتیو ننوشته سعودی من مدیریت موندگی من کدام روزی کدام بیماری را زبور کرده است بدیم همون حالت با فیلم مدیریت موندگیم از کجا هستی کی خواهر همینجا نویس که بعد نگن کی ای کجا با مولو میره آخی بگی قرآن سوره همزه من بیروت چه میفهمی مفتی ما ای وردو چون بابا جان با پیش مگه سلامت باشی همون یوسف ای ورده چای یوسف و محمد دو کس بچه ملا میرزا خدا رحمت و مغفرت کنه حضرت همون شکارچی و بیرحمش همه بعد فرهاد میگن ایوجا ای وردچ با کی بدن کاوگوز ایوجا ای وردچ فراموش کردگیم داملا میرزا خودش بود بعد یا دیگه امین میگفتن امین ای قاوسیون بود فراموش کردگیم به خدا یوسف فرهاد داملا میرزا و این محمد بچه ملا میرزا بعد اگه خونه شد در پشت مکتب بود فراموش کردم برادر عزیز نگاه کن نه کی مفتی خطا میکنی الله شاید من خواهر نمیشناسم من یک دختر در پیتر اکا شما را بسیار گوش میکنم گپای خوب میزنی الله شاید من نمیشناسم این خواهر من وقتی که یگون کس در حالت افیر کردن میگم بچه‌ها کدمت بخوی شتو بی نمره تیز بنویسم من مدیریت ترشو میمونم الله هدایتون کنه برادرو من از برای خدا نمیشناسم شون کیان من ای مترو لوبلینو در پیچ مترو لوبلینو برادرو خونه من در پیش همینجا سلام علیکم باشه اکا بابا جون از کجا افیر ما فیردوس مرا میشناسی نه برادر کی هستی فیردوس خودت نویس شاید یادم بیا من بسیار مدیریت رو من نمیشناسم بخدا کیان یاد برادر خیلی لنگری یا اگون کسی که باشو میشناسم شو کار نداری نه فرزندم ما مکتب بردم در مکتب موندم با اومدم کار حالی ساعت 10 جا سر میشه چی برای کنکورس بزرگ من برای کنکورس بزرگ 23 تا ویدیو کردم یکمین آدمی برای کنکورس بزرگ گپ زدگی منم برای کنکورس بزرگ گپ زدگیم برای چی برادر تیجی من از سخت رسید دیگرش برای من گپ زدگیم سلامت تو چیکار مردم فریب میکنی ها میخائیل آخی تولون تا مسلمانی بنویس یک شخصی گام بزنم که اولم نموی خطون اصلاح کنی ورادنیک تا نگاه که پری چیرک دایجا چوم چی گفته سودی
برای محمد تیوی من برای کولش گپ زدم. من لیچ با هیچ کس گپ نمیزنم. کنکورس بازو اصلا ای گپ زدن من نسبت کنکورس بازو چی فایده است؟ شما خودتون عاقل میگیرید همین جا. تو عاقل هستی، تو مسلمان هستی. آیا مسلمان قمار بازی میکنه؟ آیا مسلمان میروه اون همون به طرز کنکورس؟ این کنکورس یا که چی میگن یک مسابقه قاریو میگفتن پیش، اگر کدمه دیو داشته باشه همین مسابقه قاریو میشید. یعنی که میگفتن کنکورس قاریو هستن، بعد تحفه‌اش میدادن، یک چه حج عمره حج فرضی پدر میکردن یا تو باشه همین با شکلی همین کنکورس بازی برادتجه رحمت میشوسه مظفر در گرمانیا یکمین شخصی که در همین کاری حرام در تاجیک دلوار همین بود، یک لکسوس موندگی بود. یعنی این چیزی بود اما همه خطا مینا و یا این همین کنکورس بازی رو من پشتش نمیگیرم. همه یگان تا شما را کسی نگفته سودن بیا همجا بکنی. اوکی حرام است. اگر اینا مثال میگه من محمد تیوی را میگیرم، اینا محمد تیوی را میگیرم، مقصد برادر است بو خفه نشوه. محمد تیوی ویدیو پارتوف برادرها اینا یا لکسوس موندم کسی 1000 سومی پارتوف زد ای همه اینا مثال میگم یک کسی شما میزنی همه اینا دروغ نمیگه. اینا ماشین میتیا تو 1000 روبل یا 10,000 هم پارتوفتی تو سومی که از مهنت حلال با سترویکا کار کردی در جای پرادویس کار کردی مهم نیست. یک جو روی حلال وردی در روی حرام در محمد تیوی پارتوفتیش. لکسوس زدی، لکسوس همو 10,000 حرام بود، لکسوس هم حرام ای. وقتی ده همو حرام ششتی در لکسوس حرام ششتی تو میدونی که همو پل از همه از روی حرام آمده که اگر همه هم سواری نکردی فروختیش 150,000 سومانی. همون 150,000 سومانی تو حرام است. همه هم میره با فرزند نون میخری، ارد میخری، لباس میخری، تو حالت همون سوم همون لقمه حرام تیار نشوه در خانتون اردش که خریده حرام تو نقمه حرام داده سودی همین چیز درک نه. آخی چو این هیچ نمیخی شما را چو میره اینه میگه حرامه فلانیش مشینیک اول ایوب برمده میگه که کنکورس بازای بلیتسنزیا با لیتسنزیا اگه بلیتسنزیاش حلال خر بدین همش حرام خر میشوند، همشون حرام است. با لیتسنزیاش چقنشه بلیتسنزیاش چقشه. یعنی مردمی وای دعوت کرده شده او بدبخت کی مردمی که لیتسنزیا داره برای ایوایو بخره. مهم این نلاگی دولت پلاتین میکنه این حرام خر بده حلال خر بده. آخی لاگیچ که فکر کنی اگر لیتسنزیا داره نداره من با لیتسنزش نمیفهمم، یعنی کار ندارم. آخر وایشم حرام خره ایشم حرام خره. ایوب رسم بروی گام میزنی بگو که نه ایوش بخره نه ایوش. به همون خاطر کنکورس حرام است، قمار حرام است، این الله حرام کرده. آخی مسلمان بسمی چی نویسته میخائیل خدا هدایت کنه تو ماشین خری تو ماشین دیدی پسیدگی میگریش عقل شما دگی جای گمش همینده برای گمشه. من همه صده من میفهمم میگم کدمیت گپ داری پیشم بیو من دعوت دارم آفیسم بیا پیوله چه من یا خیلیش میاد میبینه در حقیقتا در اینجا کامنتر بعد مینویسه من میدونم که سیر اونو یگان کسی حجامه میاد که از همه یگان تاش خیتر هست اما وقتی پیش میبیا شاید یگان خراکتری خوب ما میبینه یا که میترسه من آدم خیر نیستم من ابیچ نه همین قشلاقی میگردم. من با عصبان ویران نمیشم. من شتابی میفورم دانستی کنم یعنی برسونم به عصبی بعض خرابی هم یا که ای مسلمان قمار کولش حرامه همش حرام است. مهم این نیست که تو با لیتسنزش میخری به لیتسنزش چی ای شخصایش که حقیقت بازی میکنن نو حقیقت هم حرام است نو حقیقت هم هستند. البته هستند که شخصایی که بازی میکنن سومی مردم یا که ماشینا شما میتین شخصای هستن با در همین درنی حرام با فریب میکنن نمیتین مثال گپ. اما این معنی نداره که همه حلال حرامه. لکسوس میزنی، جیب میزنی، مرسدس میزنی، خانه میزنی، خانه خیلیش خانه میمونه و خانه را بریدی تو خانه را بریدی
فهمیده استودیو همون خونه حرام است در وای زندگی کردن هم حرام است برای تا ایروی حرام و یا گرفتی این چیزا را شما باید بفهمید خدا هدایت میکنه سومی مسجد الله لعنت کنه کسی سومی مسجد خورد است یا برد است و لعنت کنه تحمتیشه مانور جواب تا گرفتی الله لعنت کنه خیانتکاره و تحمتیشه الله اکبر تمام یا من باشم یا شما اگر مسلمان باشی معنی گپ میفهمی در اسلام حجامه اجازت است از آسمان از پیش الله دو چیز آمدگی است یکی نماز هست یکی حجامه چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم شب معراج میرود دو چیز میاره حجامت و نماز اصلیش همش معجزه‌ای که به پیغمبر اومدن با واسطه حضرت عزرائیل این در زمین شدگیان هر یک آسمانی رفت و امت به حجامه دعوت کرد اولش نماز خودتون میدونید سلام چی سلام من اومدم لیچ نمی اومدی بیا حجامه بپنم پروردگار همه ما را هدایت کنه خداوند همه ما را هدایت کنه السلام علیکم و رحمت الله برادران حضرت جبرائیل خوب ما بریم یک ساعت دیگه خواب کنیم خیزیم به حجامه را بریم بیا حجامه کنی برادران خدا نگهدار السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته الله همه ما را هدایت کنه نکنی کنکورس بازی نکنی التماس حرام است حرام است حرام است باز میگم حرام است فهمیدی باز میگم حرام است قمار حرام است دوستان نکنید علیکم السلام و رحمت الله رحمت خدا و رسول الله برکتون تیا ما بریم باید یک ساعت خواب کنیم بعد خیزراق با پیش گم نیست سلامت باشی الله همه ما رو براش هدایت کنه السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته